اگه تو FC26 کلابت خالیه این ویدیو رو تا آخر ببین، مطمئن باش پشیمون نمیشی. سلام، من علیام و خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قرار ابجکتیو فرایت فست رو بهتون آموزش بدم، توضیحاتش رو بگم و جوایزش رو با هم باز کنیم تا ببینیم خوب هست میصرفه یا نه. بزنید بریم. همونطور که میبینید این ابجکتیو فرایت فسته و این چالش اولشه که میگه 7 بازی با حداقل یه دونه کارت از ایونت آلتیمیت اسکریم انجام بدید و اینم از جوایزش. چالش بعدی میگه که 25 گل در 25 بازی متفاوت با بازیکنی که ویک فوت 4 یا بیشتر داره، یعنی با پای غیر تخصصیش ستاره 4 یا بیشتر داشته باشه. اینم از جوایزش. چالش بعدی میگه که 50 گل بزنید در حالی که یک بازیکن از ایونت آلتیمیت اسکریم داخل تیمتون هست. اینم از جوایزش. چالش بعدی هم همینطور میگه که 20 بازی ببرید در حالی که داخل تیمتون حداقل یک بازیکن از ایونت آلتیمیت اسکریم هست. اینم از جوایزش. چالش بعدی میگه که 5 گل با فینس شات بزنید در حالی که یک بازیکن از مکزیک دارید. اگه نمیدونید فینس شات چجوریه، در واقع شوت کاتدار. تو تنظیمات معمولی دسته باید R1 رو بگیرید و شوت رو بزنید. اینم از جوایزش. چالش بعدی میگه 10 پاس گل با سانتر بدید در حالی که تو تیمتون یک بازیکن رومانیایی دارید. پرچم رومانیام این شکلیه و حتما یادتون باشه که این رومانیاست. اینم از جوایزش. چالش بعدی میگه 15 گل در 15 بازی متفاوت بزنید در حالی که داخل تیمتون یک بازیکن از آمریکا دارید. اینم از جوایزش. چالش بعدی میگه 15 پاس گل در 15 بازی متفاوت بدید در حالی که داخل تیمتون یک بازیکن از ژاپن دارید. اینم از جوایزش. این بود از آموزش این که چجوری این ابجکتیو رو انجام بدید. از اینجا به بعد شما ویدیوی پک اوپنینگ پکاشو میبینید. البته من 2 تا از پکاشو اشتباهی باز کردم که متاسفانه یادم رفته فیلم ازشون بگیرم، اما همین پکاش هم واقعا خوب داده و میتونید قضاوت کنید. بعد از این ویدیوی پک اوپنینگ یه جنبندی نهایی میکنم که خودتون تصمیم بگیرید آیا میارزه وقت بذارید. من تقریبا تو 1 روز تونستم اینو تمامش کنم، حدود فکرم 2-3 ساعت واسه من زمان برد. حالا دیگه انتخاب با خودتون. بریم که پک اوپنینگشو ببینیم.
حالا برسیم به جنبندی. به نظر من بچه ها همونطور که پک اوپنینگ رو دیدید بازیکنای ریت خوبی میده، یعنی نه خیلی زیاده نه خیلی پایینه. بعضی از بازیکنان هم قابل بازی هن، حتی مثل کناته، یورنته، لوئیس دیاز، جاناتان تاه، اینا قابل بازی بودن. یا مثلا کاماوینگایی که داد یا رشفوردی که داد، اینا رو میشه تو اولوشن قوی ترشون کرد و داخل تیم گذاشت. به نظر من اینا ریت های خوبی بودن و شما میتونید این ابجکتیو رو انجام بدید و به نظر من بهتره که انجام بدید، چون موقعی که این ویدیو داره میاد 5 روز از تموم شدن این ابجکتیو مونده و مثلا شما اگه این 3-4 ساعت رو اسکواد بتل بازی کنید، تنها مزیتی که نسبت به این داره اینه که کوین میده و یعنی این همه چیش بهتره، هم بازیکنای ریت بالاتر میده، هم اگه خوش شانس باشید خیلی بازیکنای خوبی میتونید پک کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. لایک و ساب و کامنت یادتون نره. این ویدیو رو واسه دوستاتون بفرستید اگه فکر میکنید به دردشون میخوره و تا یه ویدیو دیگه فعلا بدرود.